چاکرای سوم یکی از 7 چاکرای اصلی بدن هست. چاکراهای اصلی مثل 7 چرخ انرژی در سراسر بدن هستند که از قسمت تاج سر بدن شروع میشن و تا پایین ستون فقرات ادامه دارن. اگه تمامی این چاکراهای اصلی فعال باشن و به درستی تعادل سازی بشن، انرژی رو در بدن میچرخونن و سلامتی کلی جسم و روحی شما رو تأمین میکنن. سلام، به کانال آرامش درون خوش اومدید. در این ویدیو میخوایم به چاکرای سوم بپردازیم. بعد از معرفی ویژگی‌های این چاکرا، روش فعالسازی اون رو هم به شما عزیزان توضیح میدیم. پس لطفاً تا انتهای ویدیو همراه من باشید. چاکرای سوم به نام مانیپورا در ناحیه ناف قرار داره. مانیپورا به معنای جواهر درخشان شهر هست و با عنصر طبیعی آتش مرتبطه و مستقیما با احساس شما در ارتباطه. رنگ مربوط به این چاکرا زرده. از همین رو پیوندهای اون با آتش و به طور گسترده تر خورشید هست. استفانی اسنایدر، معلم یوگا، متخصص فعالیت چاکراها در سان فرانسیسکو، میگه این چاکرا رو به عنوان منبع انرژی بدنتون در نظر بگیرید. این مرکز انرژی با عزت نفس، احساس هدف، هویت شخصی، اراده فردی، هضم و متابولیسم شما مرتبطه. هنگامی که آگاهی آزادانه در این مرکز حرکت میکنه، شما با انرژی دگرگون کننده چاکرای سوم قدرت میگیرید. چاکرای سوم در محدوده تقریبی 2 انگشت بالای ناف قرار داره. چاکرای شبکه خورشیدی بر اعتماد به نفس حاکمه که به عزت نفس، هدف و قدرت ذاتی مربوط میشه. انرژی کندالینی در پایه ستون فقرات نهفته است تا زمانی که از طریق تمرینات سلامتی از جمله مدیتیشن چاکرا بیدار بشه. هنگامی که انرژی از طریق چاکرای خورشیدی جریان پیدا میکنه، افراد ممکنه بیان ماهرانه خود و افزایش اعتماد به نفس رو تجربه کنن. فعالسازی چاکرای سوم به افراد کمک میکنه که انگیزه داشته باشن و درک عمیق‌تری از هدفشون در زندگی داشته باشن. انرژی مسدود و بلاک شده چاکرای سوم میتونه بر سلامت جسم و وضعیت روحی افراد تأثیرات منفی بگذاره. 1. علائم جسمی و فیزیکی مسدودیت چاکرا: مشکلات لوزالمعده و کیسه صفرا، مشکلات گوارشی، خستگی مفرط، اختلال فشار خون، استرس، عدم کنترل احساسات و دیابت. 2. علائم روحی و روانی مسدودیت چاکرا: پرخاشگری، عزت نفس پایین، احساس ناامنی، احساس برتری و تسلط بر افراد، ترس از طرد شدن و الگوهای فکری منفی. بریم سراغ متعادل کردن چاکرای سوم. چاکراهای شما دائما در حال نوسان هستند. تمرین تعادل و همسویی چاکراها یک فعالیت منظم و گاهی روزانه است برای کاوش. اما حالا چجوری چاکرای شبکه خورشیدیمون رو متعادل کنیم؟
راه‌های زیادی برای بازگردوندن تعادل به چاکراها وجود داره. چیزی که برای شما مفیده ممکنه برای دیگری جواب نده. مطمئن باشید که راهی رو پیدا کردید که براتون مناسبه. پس به بدنتون گوش بدید و راهی رو پیدا کنید که شما رو راحت میکنه. شفای چاکرای خورشیدی یک هدیه عالی برای خودتون هست و باعث میشه که احساس ثبات، شادی، درخشندگی و قدرت بیشتری داشته باشید. بعضی از مردم از قدرتمند بودن میترسن. پس اگه ایده قدرت شخصی برای شما ناراحت کننده است، مثل خورشید قدرتمند فکر کنید. درخشان، تابنده و زندگی رو به هر چیزی که لمس میکنید ببخشید. خورشید و چاکرای شبکه خورشیدی به ما یاد میدن که وقتی میدرخشیم همه سود میبرن. چند روش عالی برای چاکرای سوم شما وجود داره که میتونید اونها رو امتحان کنید و جریان، خلاقیت، الهام گرفتن و لذت خودتون رو در این فرایند افزایش بدید. یوگا کنید. بیایید وارد یوگا بشیم. حرکات یوگا برای چاکرای خورشیدی به جهت اصلاح وضعیت بدن، باز کردن بدن و حرکت انرژی کندالینی به سمت بالا و بهبود چاکرای سوم شبکه خورشیدی عالی هستند. یه تمرین مفید یوگا از جمله آسانا، تکنیک‌های تنفس پرانایاما و مدیتیشن به حرکت انرژی به سمت بالا کمک میکنه. بعضی از ژست‌های عالی عبارت هستند از ژست کمان، چرخش نیمه ستون فقرات و ژست قایم. خودتون رو گرم کنید. مقداری گرما ایجاد کنید. عرق کنید یا با استفاده از حرکات یوگا یا با بالا بردن ضربان قلب خودتون به حالا به هر روشی، خواه کلاس بوکس، دویدن، پیلاتس یا هر روش دیگه‌ای بدنتون رو گرم نگه دارید مثل خورشید. حواستون به رژیم غذاییتون باشه. غذای پرانایی بخورید که هضم، متابولیسم، جذب و دفع رو آسون میکنه. غذاهای تازه پخته شده، غذاهای گیاهی، کربوهیدرات‌های پیچیده مثل جو، برنج و غلات جوانه نیز برای ایجاد انرژی عالی هستند. مدیتیشن رو فراموش نکنید. مراقبه یک راه حل اساسی برای عدم تعادل انرژی‌های بدن ما هست. وقتی که تمرین مناسب خودتون رو پیدا می‌کنید، مدیتیشن به صورت طبیعی آرام بخش و ترمیم کننده است و ثبات رو در هسته بدنتون ایجاد می‌کنه. پس یک مدیتیشن پیدا کنید و اون رو انجام بدید. مدیتیشن پاکسازی چاکرای خورشیدی در این کانال براتون آماده شده و قرار داده شده. میتونید از این مدیتیشن استفاده کنید. دریافت مقدار زیادی نور خورشید. این چاکرا مستقیما با نیروی خورشید و همچنین عنصر آتش گره خورده. پس در نتیجه گذراندن وقت در بیرون از منزل در یک روز آفتابی میتونه کمک زیادی به باز موندن و متعادل موندن این چاکرا بکنه. علاوه بر گذراندن وقت در زیر نور خورشید میتونید از حمام آب گرم هم بهره مند بشید. زمانی که هر 7 چاکرا متعادل باشن، هارمونی در بدن شما فراگیر میشه و همراه با اون قدرتمندی زیستن رو احساس میکنید. و در آخر به همه شما عزیزان توصیه میکنم
که پاکسازی چاکراها رو به ترتیب و از چاکرای اول شروع کنید. بعد از پاکسازی هر چاکرا به سراغ پاکسازی چاکرای بعدی برید. تشکر میکنم که تا انتهای ویدیو همراه هم بودید. آرامش همراه همیشگی زندگیتان. سربلند باشید.